ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ дар Италия қарор доранд. 23 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Италия муҳтарам Серҷо Матарелла ва сарвазири Италия Ҷорҷа Мелони мулоқот намуданд. дар маҷмӯъ аз рӯи натиҷаҳои вохӯрии сатҳи олӣ байни Тоҷикистон ва Италия 7 санади нав ба имзо расид. 24 апрел дар доираи сафари расмӣ ба Италия пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мудири иҷроияи ширкати Вибелт Пьетро Салиниро ба ҳузур пазируфтанд. гузориш дар ин хусус. 22 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон با سفر رسمی وارد شهر ریم پایتخت جمهوری ایتالیا شدند. در فرودگاه بین المللی فیومیچینو به نام لیوناردو داوینچی مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با احترام و صمیمیت خاص نمایندگان والا مقام و شخصان رسمی جمهوری ایتالیا و واتیکان استقبال گرفتند. به خاطر پذیرایی سطح بلند مهمان عالی مقام راهرو با قالین سرخ گسترده شده از دو کنار آن قراول فخری صف کشید. 23 اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ایتالیا محترم سرجو ماتارلا ملاقات کردند. مراسم استقبال رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نزد قصر پرزیدنت ایتالیا کویرینال برگزار شد. مهمان عالی مقام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در صحن قصر کویرینال پرزیدنت جمهوری ایتالیا صمیمانه استقبال گرفت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری ایتالیا در بالای قالین قرار گرفتند و سرودهای ملی دو کشور صدا داد. در این مورد در بالای بام قصر کویرینال پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برداشته شد. مراسم استقبال رسمی با شناسایی سران دولت‌ها با هیئت‌های رسمی دو جانب پایان یافت.
بررسی مسائل همکاری تاجیکستان و ایتالیا در قصر کویرینال در ملاقات خاصه سران دولت‌ها آغاز گردیده با اشتراک هیئت‌های هر دو جانب ادامه یافت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ایتالیا برای دعوت جهت انجام دادن سفر رسمی و پذیرایی گرم و صمیمی اظهار سپاس نمودند. ما جمهوری ایتالیا را شریک مهم و با اعتماد خود در اروپا می‌دانیم. تاکید داشتند سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت. جانب‌ها ضمن مذاکرات مجموعی مسائل همکاری بین دو دولت و گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی، اینچنین امکانات تطبیق لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری را بررسی نمودند. بهره برداری از تجربه غنی ایتالیا به خصوص در ساحه‌های گیدر انرژتیک، صنعت سبک، خوراکواری، داروسازی، استخراج معدن، استفاده ذخیره‌های طبیعی و کشاورزی از سمت‌های افضلیت‌ناک برای جانب‌ها سودآور نامیده شد. تأکید گردید که تأسیس شورای مشترک تجارتی برای گسترش همکاری جانب‌ها در بخش خصوصی اقدام سری وقتی خواهد بود. در رفت ملاقات مسائل دریافت راه‌های نوی همکاری در سمت رفت آمد شهروندان و تأسیس خط سیر مستقیم هوایی بین دو دولت بررسی گردید. در این جاده رهبران دو دولت امضا شدن سازشنامه درباره لغو روادید برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتی را که در دایره سفر امضا می‌گردد اقدام مهم ارزیابی نمودند. جانب‌ها اید بر رشد بخش سیاحی و انفراستراکچور آن، رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری و جلب جوانان به تحصیل در مؤسسه‌های عالی ایتالیا تبادل افکار نمودند. ذکر کرده شد که پارلمان‌های دو کشور در چارچوب پارلمان اروپا همکاری سودمند دارند و برای جانا کردن آن تأسیس گروه دو جانبه دوستی پارلمانی تاجیکستان و ایتالیا امر ضروری است. در رفت واخوری مسائل همکاری کشورها در دایره تشکیلات و سازمان‌های بانفوذ عالم از قبیل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر ساختارهای بین‌المللی محاکمه گردید. در رفت ملاقات تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان در حل مسائل آب و اقلیم، حفظ و تحکیم امنیت منطقوی و بین‌المللی تأکید گردید. ضمن بررسی مسائل امنیتی جانب‌ها اید بر راه‌های مبارزه با ثمر بر ضد تروریسم، افراطگرایی و جنایت‌های متشکل فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های کیبری اندیشه‌رانی کردند. در فراورد ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت جمهوری ایتالیا دعوت به عمل آوردند که با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آورند. 23 اپریل در شهر ریم در دایره سفر رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با جمهوری ایتالیا ملاقات و مذاکرات تاجیکستان و ایتالیا برگزار شد. مراسم رسمی استقبال مهمان عالی مقام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در صحن قرارگاه سروزیر جمهوری ایتالیا پالاتسو کیجی صورت گرفت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سروزیر جمهوری ایتالیا جورجا ملونی در بالای صفحه فخری قرار گرفتند. Bandiera di guerra dell'8° Reggimento Carabinieri Lazio, reparto d'onore con fanfara, pronti per la rassegna. بررسی مسائل همکاری تاجیکستان و ایتالیا در ملاقات خاصه آغاز گردیده با اشتراک هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه یافت. در آغاز ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سروزیر جمهوری ایتالیا جورجا ملونی
برای استقبال و مهمان‌نوازی صمیمی اظهار سپاس کردند. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل گسترش رابطه‌ها را در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و گومانیتاری و امنیتی محاکمه کردند. هر دو جانب باید به توسعه همکاری در ساحه‌های گیدر انرژتیکا، صنعت سبک، خوراکواری، متالورژی، معدن، کیمیا، کشاورزی، داروسازی و سیاحی اظهار هوسمندی نمودند. جلب سرمایه ایتالیایی برای رشد ساحه صنعت تاجیکستان برای هر دو کشور سودآور نامیده شد. تاکید گردید که در تاجیکستان برای تأسیس کارخانه‌های مشترک اید به کارکرد محصولات کشاورزی، صنعتی و افزایش صادرات آن به کشورهای اروپا امکانیت و ذخیره‌ها فراوان است. تأسیس خط‌سرهای مستقیم هوایی و رابطه‌های دو جانب در ساحه‌های معارف و تندرستی، جدا کردن کوتاها برای شهروندان تاجیکستان در مؤسسه‌های عالی ایتالیا از موضوعهای دیگری ملاقات بود. جانب‌ها همچنین همکاری کشورها را در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر نهادهای بین‌المللی بررسی کردند. ضمن واخوری اید به پیشبرد تشبس‌های تاجیکستان در ساحه‌های آب و اقلیم، به خصوص حفظ پریخ‌ها و جانبداری جامعه جهانی از آن اندیشرانی صورت گرفت. در رابطه با وضع مرکب سیاسی بین‌المللی همکاری ثمره‌بخش در مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای معاصر ضرور شمرده شد. در فرجام ملاقات سرور دولت محترم امامعلی رحمان از سروزیر جمهوری ایتالیا خانم جورجا ملونی دعوت به عمل آوردند که در وقتی برایشان مساعد با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آورند. پس از انجام ملاقات و مذاکرات رسمی تاجیکستان و ایتالیا در حضور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سروزیر جمهوری ایتالیا خانم جورجا ملونی، مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار شد. در مجموع از روی نتیجه‌های واخوری سطح عالی 7 سند نو به امضا رسید. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ایتالیا اوید به همکاری در مسائل امنیتی، یادداشت تفاهم بین اگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی جمهوری ایتالیا اوید به همکاری اپراتیوی در مبارزه بر ضد مواد نشأه‌آور، یادداشت تفاهم بین کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت سیاحی جمهوری ایتالیا اوید به همکاری در ساحه سیاحی، برنامه همکاری فرهنگی، علمی و تکنولوژی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ایتالیا برای سالهای 2024-2027، یادداشت تفاهم در سمت آسیب پذیری به تغییریابی اقلیم، ارزیابی خوف‌ها، مطابق شوی و کم کردن عاقبت‌های آن بین کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت محیط زیست، زمین و بحر جمهوری ایتالیا. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ایتالیا اوید به بکار نمودن طلبات روادید برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتی. برنامه همکاری بین وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی و همکاری بین‌المللی جمهوری ایتالیا برای سالهای 2024-2026. یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه رشد استوار بین کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت محیط زیست و امنیت انرژتیکی جمهوری ایتالیا. 24 اپریل از سازگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر رسمی به ایتالیا در شهر ریم، مدیر اجرایی شرکت وی بیلد پیترو سالینی را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری اوید به رفت ساختمان نیروگاه راغون محاکمه گردید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اوید به جریان ساختمان سربند نیروگاه که ضمن سفرهای کاری به مشاهده می‌رسید اندیشرانی نمودند. اظهار اطمینان کرده شد که رهبری شرکت تمام امکانات‌های خود را برای در مهلت‌های مقرر گردیده انجام دادن نقشه‌های کاری سفربر خواهد کرد. رهبر شرکت وی بیلد با سرور دولت محترم امامعلی رحمان درباره اجرای عهده‌داری‌ها و رفع کارهای ساختمانی معلومات داد. جانب‌ها ضمن واخوری اینچنین اوید به دیگر مسائل‌های همکاری، تیزاندن کارها و استفاده با ثمر از امکان و ذخیره‌های موجوده تبادل اندیشه کردند. انجام دادن ملاقات با پرزیدنت محترم جناب امامعلی رحمان و استقبالشان در ایتالیا برایم مایه خوشنودی بود. برنامه سفر پرمحتوا بوده، ضمن آن با پرزیدنت و رئیس حکومت سروزیر کشور ما ملاقات و مذاکرات با ثمر انجام دادند. پیرامون این ملاقات ما جزئیات زیادی پیشبرد لایحه نیروگاه برقی آبی راغون، دورنمای آن، اهمیت و ضرورت به انجام رسانی آن را برای کشور مطرح نمودیم. در ایتالیا شرکت‌های سرشماری هستند که می‌خواهند به تاجیکستان آیند و هوسمندند که بهر مردم تاجیکستان با حکومت کشور همکاری نمایند. من گمان می‌کنم که این خیلی مهم است، چون مردم درباره تاجیکستان
باید بیشتر معلومات داشته باشند. چطوری که من به جناب پرزیدنت ابراز نمودم که آنها به مثل ما باید با تاجیکستان آشنا باشند و آن را دوست دارند. این آرزوی نیک من به صنعتچیان ایتالیا است که به تاجیکستان تشریف آورند و چگونه کشوری دلپذیر و افسانه‌ای بودن آن را کشف نمایند. 24 اپریل اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای شناسایی با تجربه‌های پیشقدمی نهالپروری و سبزگردانی محیط زیست و شهر پیستویا ایتالیا تشریف آوردند. شهر پیستویا در ولایت فلورانسیا و منطقه توسکانا ایتالیا یعنی در یکی از قسمت‌های مرکزی کشور قرار داشته با تجربه پیشقدم آموختنی در نهالپروری، جنگل آفری، سبزگردانی و حفظ محیط زیست شهرت جهانی دارد. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از یکشنبه پرورشگاه‌های نهال‌های درخت‌های میوه‌دهنده و سایه افکن و آرایشی از جمله خیلی زیبا و نادر دیدن کرده با طرز شینانیدن، قلمچه‌گیری، پرورش، راه‌های معاصر آب و غذادهی و تاب‌آورسازی آنها به بیماری‌ها و حشرات ضرررسان و به خصوص مطابقت آنها به اقلیم تاجیکستان شناس شدند. ضمناً به راهبران وزارت و اداره‌های داخلدار تاجیکستان که در این بازدید حضور داشتند برای آموزش همه‌جانبه تجربه‌های پیشقدم نهالپروران و اکولوگ‌های ایتالیایی سپارش و نصیحت‌های مفید دادند. طور تاکید گردید واردسازی این و دیگر تجربه‌های پیشقدم جهانی برای سبزگردانی و حفظ محیط زیست در تاجیکستان و تاب‌آور نمودن طبیعت کشور به تغییریابی و گرمشوی با سرعت اقلیم سیاره بس مهم و ضرور است. اطلاع داده شد که همکاری در این سمت میان نهالپروران و باغداران تاجیک و ایتالیایی چند سال باز به راه مانده شده است و علاقه ثمره نظر است آورده ایستاده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که چنین همکاری در شرایط کنونی گرمشوی جهانی اقلیم باید به مراتب گسترش داده شود. ادامه اخبار. دسته منتخب تاجیکستان اوید به فوتزال بعد پیروزی نوبتی به دور نیمه‌نهایی جام آسیا 2024 برآمده صاحب راهخط به جام جهان شد. منتخب تاجیکستان اوید به فوتزال در دور چهارک نهایی جام آسیا 2024 بر تیم ملی افغانستان با حساب 2-1 پیروز شده برای اول در تاریخ ورزشی مملکت به دور نیمه‌نهایی این مسابقه با نفوذ بین‌المللی راه یافت و حقوق اشتراک در جام جهان 2024 صاحب شد که آن از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر در جمهوری ازبکستان برگزار می شود. این رویداد فرحبخش ورزشی ثمره تدبیراندیشی‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نسبت به رشد ساحه ورزش و هوسمندسازی ورزشکاران می باشد. بینندگان گرامی در همین جا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر سلامت باشید.